ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 15-ро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. استا عمک هدایت خواجه میخواست که به پسری کلانیش سید اکبر خواجه که پروردگار خواجه لقب داشت و به پسری خردیش اکرام خواجه کسب خود دریدگری را آموزاند و آنها را استای هنری خود دریدگر کناند. ولی هیچ کدامشان این آرزو و خواهش و رأی پدر را به جا نآوردند. با هیچ یک تعلیمات و آموزش پدر گردن نفرآوردند و به کسب و هنری پدرشان ذهن نماندند و ذوق و شوق و میل پیدا نکردند. از بین آنها خصوصاً اکرام خواجه نه در مکتب خواند، نه تعلیم و تربیه گرفت، نه خط و سواد برآورد و نه هنری پدر را از خود کرد. استا عمک، استا خواجه یا هدایت خواجه برای آنکه صدرالدین خردسال از او تعلیم گیرد در نزدش به سید مراد خواجه در خصوصی چنین خصلت‌های نحس و بدی پسرانش اکرام خواجه و سید اکبر خواجه عرض کرده چنین میگوید: سید اکبر موافقی نام خودش از قدر زیادتر کلان شده رفته است. او به هنر آموزی میل نکرد و این کار را به خود عار دانست. من هم او را میلش اکنون که هنرمند شدن و آدم شدن را نمیخواهد کور شود، ملا پلا شده رود گفته به خواندن ماندم. اما این خردیش اکرام خواجه باز یک تمغه دیگر شده برآمد. خودم 2 سال زور زدم، 3 سال در مکتب ماندم، غیر از کورسوادی دیگر چیزی را حاصل نکرد. هنر را باشد هیچ به گردن نمی گیرد. اکنون این نه آدم می شود و نه ملا، رفته رفته این خر می شود. از ملای مقرری شدنش خر شدنش بهتر است، گفت پدرم در جواب. صدرالدین عینی، کلیات جلد 6، صحیفه های 69-70. هنگامی که صدرالدین خردسال از زبان استا عمک هنرمند و مهنت دوست و پدرش سید مراد خواجه درباره خرمزاجی و لندهوری، تنبلی و کارگریزی، بیسوادی و نادانی اکرام خواجه بر این اهل اولاد و اجداد خود سخنانی تیز و تند و تلخ و آبدار را می شنود، وقتی که او شاهد و سامعی 10 و 100 واقعه و صحبت‌های پدرش و استا عمک و خویش و تبارانش درباره زندگی، کار و مهنت می شود، همه آنها برای صدرالدین و برای زندگانی آیندهش درس و سبق و پند و نصیحتی مهم می گردند. بعدها صدرالدین رفته رفته اولها به طور کودکانه و بچگانه و بعدها با فهمیش دقیق و چقور و تطبیق عملی جهت‌های بهترین و مثبت و اصلاح کمبودی‌های در حیاتش بوده کمر می‌بندد و راه درست زندگانی را پیشه می‌کند. قید باید نمود که خلق و اطوار، معامله و مناسبت، کار و کردار و سخنانی هم استا عمک و هم سید مراد خواجه به فرزندانشان غمخوارانه بوده. آنها را هیچگاه نمی زدند، سخنانی قبیحشان نمی گفتند، سخت جنگشان نمی کردند و دغل رفتاری نمی نمودند. تنها تنبیه سبکشان می دادند ولی تربیهشان می کردند.
از جانب دیگر خود آنها با پند و نصیحت و رفتار و کردار شخصی خود در کسب و هنر و مهنت دوستی به فرزندانشان نمونه عبرت بودند. بعدها عینی این قبیل خصلت‌ها را در مثال خلق و اطوار شخصی پدرش که عصبی گذرا بوده است ولی لجام آن عصبیتش را کشیده می توانسته است به خاطر آورده درباره پسرانش را از جمله خود صدرالدین را سخت تنبیه ندادنش به طور ذیل نوشته بود. پدرم هرچند عصبی گذرا باشد هم مرا سخت نزده است و سخت جنگ نکرده است. در وقتهایی که من یاد دارم او مرا تنها 2 بار تنبیه داده بود. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 147. سید مراد خواجه فرزندانش از جمله صدرالدین را از خردسالی از سن طفلی و شباب تعلیم میداد و تربیه میکرد که از یک جانب هر گپ و سخن و سپارش و امر و هر چیز را با دقت ذهن مانند، با دقت گوش اندازند، فراموشکار و فراموش خاطر نباشند. از جانب دیگر هر کاری، سپارشی، امری یا گپی، سخنی و چیزی را فهمیده باشند هم دوباره پرسند، همه آنها را پر در خاطر نگه دارند. از جانب سوم هیچگاه دروغ نگویند، راستگو و راست قول باشند. از جانب چهارم دقت کار، دقیق نظر و دقیق بین باشند. از جانب پنجم گپها، حادثه ها، چیزها و آدم های دیده و شنیده اشان را از یاد نبرارند، خاطره و حافظه خود را بی ایست مشق دهند و ادمان نمایند و به مثل آنها. صدرالدین همه چنین طلبات پدرش را از روی بعضی کار و کردار و رفتار و سخنان خودش که در کودکی و نورسیش گاه خاطر پریشانه و بی‌دقتانه و بعضاً بی‌مسئولیتانه بوده اند معقول می شمارد و در نتیجه همین سخنان پدرش را که آنها را فراموش می نموده است از دل و فکر خود به پدرش جوابهای غلط و نادرست و دروغ می داده است سخت تنقید می کند. چنانچه صدرالدین خردسال بار گپهای تعیین کرده یکی از شناسهای پدرش را تماماً به طور دیگر به پدرش می رساند. وقتی که سید مراد خواجه از مضمون اساسی و اصلی این تعیینات شناسش آگاه می گردد، پسرش را سخت گوشمال نموده توبه می دهد تا که دیگر دروغ نگوید و از خودش چیزی نگوید و نبافد. صدرالدین بعدها آن پند و نصیحت پدرش را به خاطر آورده سخنان او را در یادداشت‌ها عیناً به طور ذیل بیان کرده است. در نزدیکی دیهه ما سری پوری ایشان نام بازارچه‌ای بود که از خانه ما 2 کیلومتر دوری داشت. روزی مرا پدر به آنجا فرستاد که نمک خریده آرم. در بازگشتم از بازار از شناسهای پدرم کسی به من واخورده چند گپ تعیین کرد که به او گویم. من تا به خانه آمدم نه تنها سخنان او را حتی خود او را از یاد برآوردم. وقتی که پدرم از شناسها در بازار کیها را دیدنم را پرسید، آن دم به یادم آمد و به او خبر دادم که فلانی را دیدم. چی گفت؟ گفته پرسید پدرم. چون همه گپ‌های وی از یادم برآمده بودند، در جواب این پرسش چند دهن گپ از خود ساخته و بافته گفتم. مگر آن سخنان من بی منطق و دروغ بودنشان ظاهر بوده است که پدر باز پرسید. باز سخنان او را از خاطر نبرآورده باشی؟ شاید گپ‌های دیگر گفته باشد؟
نه، همین طور گفت گویان دروغ خود را تأکید کردم. بعد از چند روزی دیگر آن آدم به خانه ما آمد. پدرم بعد از به مهمان خانه در آورده شنانیدن او مرا جیغ زده و پیش او شناند و از وی پرسید: شما به واسطه این صدرالدین به من چه ها گفته فرستاده بودید؟ او گپ‌های تعیین کرده‌اش را نقل کرد که از گپ‌های من گفتگی تماما دیگر بودند. من از خجالت در زیر عرق ماندم. پدرم از گوش من سخت داشته تاب داده ایستاده به من گفت: بعد از این هر چیز را که بینی با دقت ذهن مانده نگاه کن. هر گپ را که شنوی با دقت گوش انداز و اگر کسی به تو چیزی گوید یا کاری فرماید فهمیده باشی هم دوباره پرسیده به یاد گیر و احتیاط کن که گپ از یادت نبراید. اما هیچگاه دروغ نگوی که هم شرمنده می شوی هم بدنام. حالا تو گناه داری. یکم آن که گپی تعیین کرده را از یادت برآورده ای. دوم آن که بجای آن گپ از خود دروغ بافته گفتی. اگر همان وقت تو گپ‌های تعیین کرده شان را فراموش کرده ام می گفتی، من تو را در پیش این کس شرمنده نمی کردم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه های 149-150. چونین دو شهادت عینی از حیات خودش درباره بعضی رفتار و کردار نادرست و نامطلوب خودش و هر کار را دانسته و درک نموده و فهمیده به جا آوردن در دوره‌های کودکی و بچگیش نه تنها برای آینده خود او و فرزندان و نبیرگانش بلکه برای هر یک کودک و نورس و جوان مرد و فردی با عقل و با فهم و با شعور و با خردی تاجیک سبق خوبی هم می گردد. خود عینی هم این فکر را با جمله های زیرین تصدیق کرده چنین می نویسد: این تنبیه پدرم برای من یک تعلیم بسیار فایده‌مند شد که در حیاتم تأثیری کلان کرد و مرا با دقتکاری تربیه نمود. فراموش نکردنی گپ‌ها، حادثه‌ها، چیزها و آدم‌ها را به من یاد داد. من شعرها را هرچند مخصوص یاد کنم هم زود از یادم میبرارم. حتی شعرهای خودم را هم در روز دومی گفته شدنی آنها فراموش میکنم. اما گپ‌ها، حادثه‌ها و خاطره‌های را که به من کم و بیش تأثیر کرده باشند از یاد نبرآوردم. هرچند در 10-12 سال آخری از سال 1937 1939 تا نوشتنی یادداشت‌ها قوه حافظه‌ام خیلی سوست شده، گپ‌ها و چیزها را زود فراموش می‌کردگی شده باشم هم، اما خاطره‌های پیشتره قریب همگی در یادم نقش بسته ماندند. این نتیجه همان تنبیه پدر است که من در پسی وی ادمانی ترینیروفکه خاطره و حافظه مشغولی نمودم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 150. صدرالدین همین طور تا 14 سالگیش تا سال 1889 هم به مهر و شفقت و غمخواری پدر و مادر، بابا و مادر کلانی مادریش، عمک و تقایهایش شرفمند می گردد. آنها در این مدت مربی اساسی او و برادرانش بودند و خود او از آنها بسیار خصلت‌های نیک و سودبخش انسانی را می آموزد. علل خصوص در آخر سن طفولیت
مخصوصاً از 7-8 سالگی با تأثیر تربیه و تعلیم پدرش سید مراد خواجه تدریجاً بسیار پهلوهای خصلت، خلق و اطوار، رفتار و عملیات و کار و کرداری صدرالدین پیدا شدن می‌گیرند و تشکل می‌یابند. به سبب آنکه خود نام و عنوان پدری نویسنده با نسب‌های سید و خواجه علاقمند و پیوسته بودند و عادتاً این دو عنوان را از روی روایت‌های عائلوی با نسبه و شجره پیغمبر مسلمانان محمد و خواجگان وابسته می شمارند و علاقمند می کنند، خودی سید مراد خواجه با اصرار و جدیت می خواست که فرزندان او آبرو و اعتبار سیدان و خواجگان را نریزانند و مقام و منزلت این طبقه های اجتماعی جامعه را بلند بردارند. بنابر همین او صدرالدین را نیز در روح عدالت خواهی و راست قولی، علم و معرفت پروری و کار و مهنت حلال هر روزه تربیه می نمود و خود او نیز در همین روحیت تربیه یافته بود و در بین مردم دهه ساختری با حرمت و احترام زیاد و کلام مشرف گردیده بود. همه اینها صدرالدین نورس را وادار می ساختند که عزت و ارجمندی و آبرو و مرتبه والدینش را پست نزند و به همه کار و کردار و رفتار و عملی نیک و بهترین آنها مخصوصاً پدرش پیروی نماید. سید مراد خواجه آرزو و امید و مقصد داشت که پسری دومش صدرالدین را هم به مثل پسری نخستینش سید محی الدین خواجه به بخارا برده در مدرسه خواند و صاحب معلومات و با معرفت گرداند. او با همین مقصد در ماه‌های ربیع الثانی و جمادی الاول سال 1305 هجری، ینور فوریه سال 1888 میلادی، پسری دومش صدرالدین را بهر شناسایی به حیات مدرسه به خود بخارا به نزد اکاش سید محی الدین خواجه و عمک بچه‌اش سید اکبر خواجه پروردگار خواجه می آرد. پدرم می نویسد بعدها عینی 1 سال پیش از وفاتش سال 1888 مرا به بخارا برده و پیش اکم ماند که من در آنجا ترتیب استقامت مدرسه را یاد گیرم و در سال آینده سال 1889 برای به خواندن رفتن تیار شوم. در همان سال من با اکم 1 ماه زیادتر در مدرسه ماندم. در این 1 ماه عذاب اولین مدرسه را دیدم. صدرالدین عینی، کلیات جلد 1 صحیفه 14. در سال تحصیلی 1888 1889 سید محی الدین خواجه و سید اکبر خواجه پروردگار خواجه در مدرسه میری عرب در حجره‌ای که دیوخانه نام داشت استقامت می کردند. مقصد سید مراد خواجه از آوردن صدرالدین به بخارا آن بود که او را پیشکی با طرز استقامت، رویه و اصول تحصیل و رفتار و معامله ملا بچگان در مدرسه شناس و آموخته نماید و برای تحصیل در سال تحصیل 1306 1307 هجری، سال 1889 1890 میلادی در مدرسه آماده سازد. چون این کار و عملی سید مراد خواجه قیمت بزرگی تربیوی و پیداگوژی داشت. او با توسط چنین شناسایی، با طرز تعلیم و مناسبت ملا بچگان و تحصیل، طرز زیست و زندگی آنها، این کاری او درهای کشاده مکتب‌های عالی زمان شورایی را به خاطر می آورند، در صدرالدین تصورات ابتدایی را درباره تحصیل در مدرسه پیدا می کنانند.
سید مراد خواجه در هنگام این سفرش آگاه می گردد که پسرش سید محی الدین خواجه با سید اکبر خواجه پروردگار خواجه امیرباز و دیگلیسی آشخانه امیر عبدالاحد شدند. بنابر همین او از رأی چند ماه در بخارا ماندن صدرالدین برمی گردد و می خواهد صدرالدین را برگردانده باز به صحرا و دیهه ساکتری با خود برد. ولی صدرالدین با تولا و التماس و گریه و زاری از پدرش خواهش و التجا می کند که او را در بخارا ماند تا که شهر و محلهای تماشاباب آن را از نظر گذراند و تقاعیش ملا دهقان را بیند و از او طرز و اصول تعلیم و تحصیل را در مدرسه آموزد. بعد از گرفتن رازگی پدر، صدرالدین 13 ساله موقتاً در شهر در نزد اکاش سید محی الدین خواجه زیاده از 1 ماه تا آخر ماه ینوری سال 1889 میماند. او در مدرسه میر عرب به ساخت درونی حجره‌ها، احوال و زندگانی، معیشت و طرز روزگذرانی و تحصیل ملا بچگان و خشاقی بیشتری آنها، کر و فر و مغروری بسیاری از مدرسان و کلان شوندگان مدرسه، مناظره های دشنام آمیزانه و بی منطق و بی معنی و عوام فریبانه قسمی از ملا بچگان و غیره واقف می گردد و شناس می شود. بعد از آن که صاحب حجره دیوخانه مدرسه میر عرب ملای سودخور در چله زمستان وقتی سرمایی سخت و برفی بلند از سید محی الدین خواجه و عمک بچه‌اش سید اکبر خواجه پروردگار خواجه خالی کردن حجره‌اش را طلب می کند، آنها بعد از کافت و کاوی 3 روزه از حولی یک بقالی ثوابگیر از گذری بازار خوجه یک بالاخانچه می یابند. به سبب آنکه با تعبیر عینی از بدی آن بالاخانه آن سال کسی در وی استقامت نکرده خالی مانده بوده است، بقال آن را به آنها به امانت می گذارد. عینی این لحظه حیات خودش و اکاش را با سید اکبر خواجه پروردگار خواجه در آن بالاخانچه به آیندگان این طور توصیف کرده است: اکم با کوشش بسیار از بازاری خوجه نام سری بازاری بخارا از بالای بامی بقالی یک بالاخانچه یافت که ما به آنجا کوچیده رفتیم. جای دومی ما بسیار بد بود. یک بالاخانه چوبکاری بوده، دیوارهایش به عمارتی نمی پیوستند، بنابراین بسیار سرد بود. یک دری درآمد داشت که در عین زمان روشنایی هم باید از همان در می درآمد. هرچند ما در آن در کاغذگیر شنانده باشیم هم برای منع درآمدن خنکی روزانه هم در را پوشانده می نشستیم و در آن وقت آن بالاخانه شکل یک گوری تاریک را می گرفت. این بالاخانه چنان تنگ بود که بعد از به اعلم بخارا کفش بردار خدمتگار شده رفتن خیش بچه پدرم هم عمک بچه‌شان سید اکبر خواجه ما 2 نفر اکا اوکا به زور می خوابیدیم. جای دست و روی شویش در پایگهش بود که در آنجا آب یخ می بست. بنابراین ما در کوچه برآمده دست و روی می شستیم و برای دیگر کارهای انسانی به مدرسه توپچی باشی که در آن طرفی کوچه بود می رفتیم. صدرالدین عینی، کلیات، جلدی 1، صحیفه 14-15. همین طور در زمستان سال 1889 در آن باشیشگاه بالاخانچه سردترین احوال و زندگی اول 3 نفر و بعدتر 2 نفر
استقامت کننده آن خیلی سخت و وزنین می گذرد. از روی بیان عینی دیوارهای آن بالاخانه چوبکاری تنک بودند که به یگان خانه دیگر نمی پیوستند. به آن بالاخانه از روشنی دیده سردی زیادتر می درآمد. پایهای باشندگان آن در صندلی گرم شوند هم دیگر جایهای اعضای بدن سید محی الدین خواجه، سید اکبر خواجه و صدرالدین 13 ساله می لرزیدند. آب در کوزه یخ می بست و کوزه می شکست. صدرالدین در این سفر آرزوی بسیارتر تماشا کردن و دیدن شهر بخارا را داشت. اما او در آن چله زمستانی سردی سال 1889 تنها یک بار ریگستان و مسجدی بالای حوض را دیده توانسته است و خلاص. ولی با اکش در روزهای تعطیل هر هفته‌ینه یک چند بار به بازار کتاب رفته بوده است. ویگاه و جنجال عرابکش ها را در کوچه های تنگی بخارا برای عرابه های همدیگر را راه ندادنشان تماشا کرده بوده است. در این روزها یگانه جای دلخوشی صدرالدین نورس حجره تقاییش ملا دهقان در مدرسه فتح الله قشبیگی بوده است. این تقاییش بعد از ختم مدرسه در بخارا خانه‌دار شده در حولی زنش میزیسته باشد هم، ولی او در حجره مدرسه فتح الله قشبیگی بیشتر از نحو زبان عربی قافیه و علم منطق شمسیه درسگویی می کرده است و جماعی که در نزد او می خوانده است از 4-5 طلبه زیادتر نبوده است. سید محی الدین خواجه بعد از چندگاه از نابابی بالاخانه بقال برای استقامت به تنگ آمده، پیش از بهار، پیش از تمام شدن تحصیلی سال 1888-1889 برادرش صدرالدین را به ساکتری به نزد پدر و مادرش میبرد و خودش بعد از گرم شدن هوا باز برای خواندن درس‌های ماندگیش دوباره به بخارا بهر به اتمام رسانی سال تحصیلی 1888-1889 برمیگردد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 1، صفحه 15. عینی بعدها واقعه های زیاده از 1 ماه با اکش، امک بچش و تقاییش در مدرسه و در 2 حجره ماندنش و عذاب اولینی مدرسه را دیدن و اثر گذرانیدنش در مختصری ترجمه حال خودم با تفصیل جمع بست کرده است. شما گفتار 15 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875-1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.